کدام زنی که 5 وقت نماز میخواند، کدام زنی که ماه رمضان روزه میگیرد، کدام زنی که به زنا نزدیک نمیشود، کدام زنی که حج میکند، اینها را بالا میگذاریم. در خبرش به این مبتدا بود، خبرش بیاییم. و اطاعت بعلها، حل کننده ان همین کلمه هست. اگر شوهرش از خودش راضی گرداند چی می شود؟ فلتدخل الجنة من ای ابواب شاء. پیغمبر گفتند مادام حاجی باشد، مادام 5 وقت نماز خواند، مادام روزه ماه مبارک روزه گیرد، مادامی که از زنا خودش نگه دارد و در آخر از همه ضرورتر شوهر از او راضی باشد، وارد جنت شود از هر دروازه‌ای که میخواهد.